که همین چای سرکوره هم گفت خیلی مزه داره. چای سرکوره ولی بعضی زوارو که می چای زغالی میگه. همین چای از این که بخور از درگه کوره مکبور شه نفرا میگه چی کرده امرا میگردی. مریض میگه نه مریض نیم چای وسناسیل خوردیم. این تیشه امزی چیز جور شده. همین تیشه از همین جور شده. دوستان یک بار سعی کنید یک ظریف که آدم احساس میکنه که شاید در توسط کدام ماشینی توسط کدام دستگاه جور شده باشه. این موتور همین کمانیای کاسکار مفت همین میده که موش همین کمانیای میده شده و بسا خراب شده که خاصیت خزیس میده. دیگه کمانی سالم توان نداری پورا بگیری سامان بزنی بازورم سامان بزنی و قدر بای نموره که او بای از کمانی رو پورا کنه و بای هم آهن پورا کنه. اینی آهنا رو مول از کابل هم آهنای از سرای کمانی موتور چورچه و میده و اینا رو بسا یا خودی ما یا کس دیگه که پول میدیم خریدن میاره دیگه آهن نه استفاده نمیکنی. وقتی کوچیک بودم مصرف همین کار بودم وقتی که دم دیستی بود و رقمی که دور میدیم این رقم مسائلی که حالا این برق شده سولار استفاده میکنی وقتی بس دم دیستی بود ما خودم دمگر بودم همین دم دیستی رو دور میدادم یک دو تا قادرم در کار داشتم در وقتی کارش خوب است یه دو میسر نمیشه کس خو قادر ازی قادر ازی در وقت حالا که به یه میسر نمیشه از داری که زیاد مشتری دارم عزیزان دل همراهان گرامی سلام وقت شما بخیر امیدوار هستم هر گوشه این دنیا که هستین حال دلتان خوب باشد دوستان عزیز گشته در پایین بازار لعل سرجنگل یا بازار لعل یک جایی بسیار خوب و عالی رو گیر کردیم که همون شغل قدیمی و شغل سابقه ما و شما در اینجا هست آهنگری جایی که داسه به گفته از اینا قادور تیشه کلنگ و بعضی چیزهای دیگه اینجا جور میشه اگر کند شده باشه تیز میشه ما کند میگم بعضی لهجه ها شاید فرق بکنه اما لهجه سوچه هزارگی کند میگم خب میریم داخل با کسی که اینجا مصروف هست یا کار میکنه با اونا صحبت های میداشته باشیم یاد بکنیم امازو قدیما و امازو سابقان گرچه فعلا ماشینالات جدید آمده جای چیزا رو گرفته ولی باز هم این شغل ها این چیزهایی که سابق مانده برای ما و شما یک چیز خیلی خاص و یک چیز خیلی خوبی است مخصوصا بر نسل‌های بعدی ما و شما اگه ببینه گزارش واقعا چیز جالب برشون تمام میشه خب ما رو همراهی بکنید سلام کاکا جان خوبین بخیر بخیر باشین جور باشین بخیر باشین اگه کوتاه معرفی کنین برای بیننده‌های ما خود یک دفعه مستر ناصر سخی‌زاده از ولسوالی لال قریه دنیسقا بسیار عالی بالاخره ما بسیار با جستجوی زیاد گشته شغلی که تقریبا فراموش شده فعلا چیزای عصری و مدرن و جدید جای از رو گرفته بالاخره پیدا کردم چطور از کاکا وضعیت کاروبار اینا چطور است والا وضعیت کاروبار مثل سابق نیه این سال که باز این بارندگی بوده که وضعیت کارم کمی بارندگی فلج شده باز سابق خیلی خوب کار بود ما علمی سه پشت میشه پدر کلانیم پدریم خودیم نوازشیم که سه پشت میشه که آهنگر بودی ولی منشورم بودی در ولسوالی لال حالا برای فعلا اون کاری نیست دیگه از بیکاری که خوبه یک سرگرم هستی نه دقیقاً کار بسیار عالی و خوبیه که مشکلات کلان مشکلاتی مردمای غریب البته شما حل میکنین کسایی که پولدار نه هستن اونا خب توسط ماشین چیزا کارهای خود پیش میبره و کسایی که غریب است بیچاره بعضی چیزا تست کردنی اینا داره چی میاره پیش شما فعلا برای تست کردن و برای جور کردن پیش ما حساب جور کردن دوست جور میکنم که برای دیراو سوغما جور میکنم که بس حالا ماشین آلات آمده تراکتور می سوغمی بس سابق سوغمای کلان جور میکنیم برای گاو حالا می قلبی گاو حالا قلبای خر شده سوغمای ریزه بس جور نیم برای دیگه کران اون ساخت کرندای که اونجا اوزکتای برای پوچا و یزوم دیگه باز بیشتر همین کار از این مردم قدمی سوغما بود سوغما که حالا کارش کم شده بیشتر همین داستن باز این حالا این کار ما فصلیه یعنی وقت فصل سوغمایه فصل کرنده بعد از این خلاص شد فصل داستن خب فکر کنم شما باز در اینجا که من میبینم کارد و چاقوی چیزا هم جور میکنیم والا چاقو که جور میکنیم برای فعلا ما وقت ندارم تنهایم چاقو هم جور میکنیم کارد هم جور میکنیم مقصد از زمین آین با هر چی که بگه خواهش کنه جور میکنیم بسیار عالی گفتین که ما چندین پشت است که این شغل ما پیش میبریم برزگی هم مصروف همین کار بودین یا کدام کار دیگه ما وقتی کوچیک بودم مصروف همین کار بودم وقتی که دم دیستی بود رقمی که دور میدیم این رقم مسائلی که حالا این برق شده
سولار استفاده میکنی وقتی بس دم دیستی بود ما خودم دمگر بودم همین دم دیستی رو دور میدادم بعد از ایران رفتم از ایران کم من مصرف همین کار هستم تا حالا دیگه یک 22 سال میشه که دمی کار مصرفم بسیار عالی باز دو زمان یا از زمان ریزگی تا حالا کدام خاطره که یگان خاطره خوش بوده باشه برایت یا یگان بعض وقتا آهنگری است دیگه اتفاق بعد افتاده باشه براتون یک قصه اگه بکنی برای ما والله اتفاق بعد که نمیگه که شاگرد خوب داشته باشی بس آهن گرفته بتونی اتفاق خوبه آهن که نتونی ما نمیگه یک روز یک شاگرد بس آهن بریش میکردم نفر شش بود همین آهن که بریش کردم آهن رفت دستر دامن او خورد من او رو گفتم قدس نگیر داغه او فکر کرد که آین یخ باز قدس گرفت دیشم سوخت باز گفت ای هم لباس مرا درد دادم دیست مرا باز او روز دیگه هم یک خاطره دارم که یک مشتری محمد بود از امی قلم یا سنگ میخرید باز ما کار میکردیم این پوستک در پایش برید گفت حالت شما دیوانایید ما رو درد دادین ما گفتیم کار از ما دیوانگی خودت میگیرید که ما خسر کار قضاتیش داریم یک مثلا میزنه دوستا که سابق میگفت 100 زدن زرگر یک زدن آهنگر دیگه وقت پولی آهنگر که میان دیگه باز مواظب خود و جانتان باشین دیگه یک دفعه اگه خدا نخواسته کدام چیز خطا بخوره من دیگه حتما آسیب میبینین دیگه باز برخورد مشتری ها و برخورد که مردم ها میایده اینجا باز با شما چطور است؟ والا برخورد همی که کار خوب کنی برخورد خوبه کار خوب که نکنی دیگه دم هر کی باشه که برخورد خوب ندارم باز من خودم شکر الحمدلله خوبه مشتری هم دارم از کار هم راضی مردم هم از من راضیه بسیار عالی باز کدام وقت شده باشه کدام نه بابای خیلی بد اخلاق هم تو پس چیز را ورده باشه که چطور تو خراب تست کرده یا خراب جور کرده والا دمی قدری که ما چی ده پیش پدر کار میکردیم چی التنا کار کردیم یک خاطره تلخ دارم یک مردی که آمده بود حالا تقریبا از ما اینجا آهن 3 تن آهنه بزرگوتی نور آهن رو در بیرون بیل امی بس چیزی که وسایل زدی در بیرون بیل ما گفتم میره یک روز تا بگوره یک نفر نمیتونه در بیرون بیل باز بعد از او در داخل بیره تو هر چی میخوای ما در دست میدیم گفت که نه ایره در بیرون بیل ما گفتم کاکا گفتم خواهش داری بگو که نداری دیگه ای که ما ایزاد آهن بردن نمیتونه باز آدم سرکله زدی یک بوجی سامان داشت من میگم سرکله زیاف زدی امی بوجی آهن از زیر دور گذرا کردم گفتم از در اتاق از ما هر چی کیسم داو بزنی باز آی با حالت از در اتاق واسه نرسی داو بزنی هر چی میگه مشکل نداره یعنی می خاطره تلخ دارم دمی مدتی که دمی آهنگری آشنا شدم دقیقاً و باز اینجا باز خیلی کار خسته کنه زمستان ما 3 شاگرد دارم خب نام خدا 3 شاگرد دارم یا آهنایی که بس دبال نرم میکنیم والا برای فعلا یک شاگرد زمستان هستی سنگین کاری میکنه زمستانه باز هم آهنایی که شما استفاده میکنین یا آهنای جدید است مخصوص است یا اینکه می کمانی موتر و بعضی آهنای دبل دیگر است همین کمانیای موتر همین کمانیای که از کار مفت همین میده که موش همین کمانیای میده شده و بسا خراب شده که خاصیت خزیس میده دیگه کمانی سالم توان نداری پورا بگیری سامان بزنی بازورم سامان بزنی و قدر بای نموره که او بای از کمانی رو پورا کنه یا بای از آهن پورا کنه اینی آهنا رو مول از کابل هم آهنای از سرای کمانی موتر چورچه و میده و اینا رو بسا یا خودی ما یا کس دیگه که پول میدیم خریدن میاره دیگه آهن نه استفاده نمیکنی خب باز کدام آهن یک جنس خوب میبره مثلا یک جنسی که یک چند سال برادم کار بکنه والا آهن خوب اینا تیشه نجاری از همین کمانی چیز اکسلی کوماز اکسلی توربو همین اکسلایی که دبل هست من نمیشه دوربین سایست باش که دوستا نمونهش میاره یکی از آهنی توربو است نام خوب اکسل توربو این است از کومازه از کوماز است وسایل خیلی سنگین هم است یا وسایل که از این بزنی وسایل از اینا که داوداریش بفهمی خوب جهتم تیشه نجوری رم بیاد خوب داوداری که بدیل بکنی هم مالش پخته هم دیگه مثلا سابق میگفت که جرمنیه این داوداری صحیح بکنی از مال جرمن که پخته یعنی تیشه ای که ما میخ تراش میکنیم هم میخ واسه کوکای موکایی که در چوبا هست همو رو میبره امی تیشه امزی چیز جور شده امی تیشه از امی جور شده دوستان یک بار سعی کنید یک ظریف که آدم احساس میکنه که شاید در توسط کدام ماشینی توسط کدام دستگاه جور شده باشه میره مثلا اینا رو که سابق بود فریز نبود از این تیشه میزدیم امسیوم من نمیرقم حال اینه مثلا دیگه کارش خلاص شد یک سفید دمی فریز میکنه نه که مثلا سابق چرخ بود یا فریز یعنی می تیشه از این میز اکسل است
مثلا فرض کنین امیر میخوایم تیشه اجر بکنیم بله باز مراحل کارش چی است که اول باید چیکار بکنیم مراحل کارش گیره بسا که تیشه که جور میکنیم الان هم سوخت تیشه گیره بسا گرم میکنیم میره پول میزنه این رقمی جمع میکنیم باز پشت سر زیر که باز زدیم که جمع شد این رقمی لبه بر میکنه باز لبه زیر بالا میکشیم که برای میخکشی بعد از اون شکاف مونیم اینجا بعد پیش میکشیم بعد که از پیش کمی مون قد از قلمی که آهن مو بره قضا تراش میکنیم باز دیگه چیزاش خو شاید به اساس زدن اینا جور شود همین سراخ از باز چی سراخ از نه سراخ از این است بس اول از اینکه خورتر میلی این سراخ میکنی بعد از اینکه سراخش کلانتر میکنی از اینکه جبالتر است فقط این آهن گرم میشه گرم سراخ کردنش چندین مرحله داره دیگه این مرحله اینا بس 10 مرحله تا 10 مرحله سراخ از تکمیل میکنی که سراخ از کج شوه کمی یک طرف شده سرد میکنیم که بازی طرف گرم بیرون شه بسیار عالی هر کس که شغلش نباشه باز نمیتونه کار ورده والا دیگه ما که اینا شغل میشده سه پوشت شده خب سه پوشت پدر کلانیم پدریم خودیم کاش نزدیک میبود والا یک چیز ضروریات خانه است یک نزدیک من میبردم باز اینا از این جام تورارم بیا هم یک دونه کردم از اینجا بیار اینا یه وقت سابق بود از این تیشه فروش زیاد بود وسایل دستی بود نجارا بسا چوب زیاد کردن چوب تراش میکرد نه حالا بسا فروش زیاد کم شده یک وقت اینا رو 6000 دو کار میکنه هم میخ میکشه هم چوب این بسا دستی خوب کنی اینا همو یعنی تورم از این یک سال تبرش همو از یک سال است دیگه این کاردش بسا اینش گلبرینگ موتور یس گلبرینگ آهن چه دیگه فولاد به خاطر که بین خو امی آهن گلبرینگ دیدی که بسا این رقم جلجل میکنه اون بین نیکل داره آهن زین خشک‌تر است شاخه باز مرحله یک چیز رو ما شنیده بودم گفت هرچی که او بخوره او قوی‌تر میشه او بسا اینا قلمی یا این تیشه یا تاور اینا داو نیاز داره این سندانی که بسا مردم میبره سرش داست تیز میکنه یا داو نیاز داره ولی این دو کارد اینا داو کار نداره که او بیدی دمش میتکه به خاطر که دم از خیلی نازک میشه یعنی داست یعنی می کارد چاقو یا دم شو کارد یا برای قصابی هستی یا برای قصابی بعضی بسا برای خانه میبره بعضی دوستا خیلی چیز جالب و قوی و خیلی خوبش آمده این چیزایی که ما شما از بازار میخریم 500 روپیه و شاید 2 روز نه یک هفته اینا زیاد نمیشه ولی یا تقریبا یک سال 2 سالشون کار شد بده این فقط عمریه دیگه خانه که ببری که تمام نمیشه یک سربریدن گوسپان یا گاو خلاص شه این که زنگ از بین نبره یا بسا بچه‌ها گم نکنه یا خانه گم نکنه این عمریه کما برای کند شد باز تست باز برای کوره که بره تست کنه یعنی فریز کار خلاص مونه فریز آهن مسخنه ها بسیار عالی خب شما مصروف کار باشین ما دیگه تصویر ان شاء الله از این میگیریم یک چیز نگفته نمونه ما تعریفش شنیده بودیم که همین چای سرکوره هم گفت خیلی مزه داره چای سرکوره والا بعضی زوارو که می چای زغالی میگه همین چای از که بخور از درگه کوره مکبور شه نفرا میگه چی کده امرا میگردی مریض میگه نه مریض نیم چای وسناصر خوردیم ما هم چای وسناصر خاط خوردیم دیگه این ترمز چیزی بر پودم اینا ما اینا این میسانیان چای ندیده که رنگ چای بری ما سیاه خو ایران مونده دیگه اینجا ان شاء الله ما هم چای وسناصر خاط خوردیم یک خاطره خوش از اینجا با خود میبریم باز تشکر خیلی خوشحال کردین یک دنیا تشکر که از منی خسته و زیلا شما یک اول خوب گرفتین نه خواهش میکنم این شغل واقعا فعلا به عنوان یک ارزش است برای جوانان شما آمدین خود غیر مردمی که کارش بنده دیگه اون تو نفر نماده که والا تو چی رقم هستی زحمت میکشی نمیکشی ما اینا اگر از سرق میزید بغلای خن شما نشان میدیم نه والا تو جون تو دی کار بیرون میشه نه دقیقاً زحمت خیلی زیاد کار داره ما از یک سراین خو یک سراین خوب که وزایادم ندیه ما جور میکنم 1500 از 1500 نصف او پیسه زغاله نصف او بسا پیسه آهنه اونم قدر نامش هست که من اینجا اینگر هستم سابقه خوب بود سابق بسا کار خوب بود مردم بسا اما چیزی که میگفتیم میگرفت حالا نه حالا جنس ظریف کاکم باشه ارزان هم باشه بازو جنس ظریف کاکا که سر زحمت میکشی او وقت رو میگیره زحمت کار داره شاگرد کار داره باز اینا دیگه مردم که مقصد ارزان تر داد دیگه اون مود دش خوبه صحیح دیگه نه دقیقاً باید ما شما درک بکنیم کسایی که اینگری میکنه با چی زحمتی با چی مشقتی مخصوصا وقتای گرمی که اینجا هم داغ است وقتی که چیز را دینش سرش کار میکنه و هم داغ است دیگه و فضای بیرون هم داغ است برای ما شما یک چیز را میسازه باید ما شما قدرشان رو بفهمیم
دیگه نه فعلا همون شغل مقدس پدری رو نگاه کرده خودش کلان گپ است. این چیزای ماشینی اینا میره اونا به درد ما و شما زیاد نمیخوره. این چیزا یک چیز ارزی با ارزش است برای ما و شما. چطور هم قسمت نه ولی امور رقم وسایلی که از پاکستان آورده خب اینجا همین وسایل تیشه یا دیگه نتیجه نداده خب. ولی از ما طرف مزار برده ایراد برده دوست ما که میل ایراد هم برده مزار هم برده. در حساب دوست که در منطقه ولسوالی لال سر جنگل و بساط ای تا کابل تا ایراد دوستون تو نفر نیک نام خرید بگیره در حساب دوست. دقیقاً ما در یک جای دیگه هم خاطره داشتم که کلنگ برای سرکاری 2 سال گرفته بود. وقتی که 2-3 جای را میزد سنگ برابر میشد مثل که یگان چوبی باشد یک چیزی باشه زمین میده میشد. ولی چیزی که در داخل جور میشه اینا واقعا خیلی محکم. کلنگ اینو بگم جنس وطنی قیمت جنس خصوصا خود دستاس خود باشه. اینا کلنگی که به بازار میخری وزنش 5 پاو ور میده 300 از بازاری که شور میاره. امورم آینگر شور میزنه آینگر یا کابل یا ایراد. این جنسی که اینجا که من خود میزنم 600 یک کلنگ مفروشم مردکه هم راضی هم هست. همون 600 من اندازه 3 دانه یا 4 دانه کلنگ 300 شور کار میگه. به خاطر که چی سرش کوشش مونیم اما حساب شده مفهومیم هر چی کار شه. اینا مثلا شما متخصص این کار خبرنگاری یا مثلا اطلاع رسانی من متخصص از آینگری ام دیگه که مفهوم چی رقم کار بکنم. ولی مردم از کارم راضی. اینا پدر در قریه یک آینگر در سرای یک آینگر دوسری آینگر دیگه در پشته ولی کلیگیش در حساب کار در ما تسلیمم میگن نه میفهمم. دقیقاً ما که آدرس گرفتیم از بازارم از هر کسی که سوال کردیم فقط شما آدرس داد که بریم پیش زودم دیگه زنده باشین شما مصروف کار خود باشین که کوریتون هم یخ نشه. ان شاء الله تا چای دم میشه ما اینجا منتظر میشیم. خب اینجا دوستا یک نفر ما گیر کردیم که چند چیز رو پیش خود اومده بود وقت فرمایش شده بود حالا تصمیم داره که ببره. کاکا جان سلام. علیکم سلام. خوبین بخیر؟ بخیر سلامت باشین. اگر نام خود بلده برنده از ما بگین. نام رجب علی هستم از قریه زناقیاق. خب امروز بخیر آمدین چی قرار است از اینجا ببرین؟ امروز یک دونه سوقمه می‌خواستم قلبا نمیشد کنجا زمین نولا گندخته. خب همین استاد سال کارش خوب است. دیگه یک دو تا قادرم در کار داشتم در وقتی کارش خوب است یه دو میسر نمیشه کس. خب قادر ازی. قادر ازی در وقت حالات که بیش میسر نمیشه از دری که زیاد مشتری دارم. در اینجا باز دیگه آینگر نیه که مثلا شما برین از پیش بگیرین. آینگر زیاده. آینگر زیاده است ولی مسائلای دیگه آدم جور مونه که کس این جور نمیتونه. آینگر بگه است چیزی که سناسه جور کنه بازار جور کنه. فور جور نمیتونه. یه شما قادر میگین نه؟ این قادر داس میگین. فرق کنه. آره فرق کنه من قادر میگم. این برای تراکتور است یا برای چی است؟ برای ولو مرکب خر میده. قلبا وقتا گاو میوال پخ خرش ده. خب بازی چند درش موشه امیر فجر کرده همین یک 2 متر باشه قلبا رو باسه همین سال مکمل کرد همین سال یک ماه 2 ماه قلبا میکنم 2 دانه که باشه دیگه باشه یک دانهش بس نمونه. حالا کدام از این قادرها رو خوش کده کدامش خوب شده نظرتون؟ خوب که پاکش است مقصد یک آدم نمیکده 20 آدم بیش نه چیز را کدام وقتی چی بنا مثل که برای آدم جور شده جور شده اونم امروز خاطر خودت تامین دیستاک زده میدم امروز خاطر گفتم کدام از 26 دالی دیگه تاریخ تو معلوم باشه کدامش خوش آره سعی کنیم که کدامش شوایش کتر بازی قیمت‌های زیاد چطوره قیمت‌هاش که کلا فرق نمیکنه خب هم یک قادر چند میده یک 300 3.5 بازی قدر زاماده که میکشه ما دیدم تقریبا 1 سال است یک دونه قادر کار کرده آره زحمت چی کو زیاده ولی قیمتا متاسفانه پایینش دوستا کوپای ما مسئول خوش کردن قادر است باش ببینم کدامش خوش میاد کدامش خوش اومد نظر وای دیمو خوبه دی بچا سماکی آره دیمو دو همه اردویش رو بگیر همه اردویش رو میگن همه اردویش خوبه خب زنده و سلامت باش کوپای تشکر شما تشکر شما خب دوستای عزیز این بود گزارش ما از یک ساحه بسیار دیدنی و باصفا که واقعا شغلای قدیمی شغلایی که از سابق برای ما شما میراث مانده من یک صفا و یک اخلاص خیلی خاصی داره در اینجا وقتی که بیایی من آدم احساس راحتی میکنه مخصوصا چای سر کوره هم که در اونجا در حال جوشیدن باشد و سا هم در حال پول زدن دیگه یک لذت خاص داره حتی می صدا کردن موچکوشش خودش یک نوع آهنگ است. خب دوستا وقت شما رو بیشتر نمیگیرم
تا گزارش دیگه تا ویدیوی دیگه از یک ساحه جدید شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم تا درود دیگر بدرود.